دوستان امروز میخوام یک منظره خیلی زیبا و دیدنی رو به شما نشان بدم. چه منظره، چه آسمانی. بریم با هم منظره رو ببینیم. من هر دفعه از اینجا خواستم رد شدم، خواستم یک فرصت شد بیایم اینجا رو ببینیم، تا حالا خودم ندیدم. نه اومدم برای دیدن. اوکی. و او پول میبینید، من از رو پول باید بریم دو طرف. یکی از مناظر زیبای واشنگتن استیت. هوای خوبی. نرسیده به ایلنسبرگ هست که تقریبا از ایلنسبرگ تا خود سیاتل هم 100 مایل، یعنی در واقع از همین پل تا خود سیاتل 140 مایل. تراک آوردم یک جا پارک کردم، حالا نمیدونم میتونم برگردم از این یا نه. هیچی دیگه، سنگا به خودم یاد وطن آدم این سنگا رو میبینه، حتی برای سنگ وطن آدم دلش تنگ میشه.